سلام و درود. مرسی که از من حمایت نمی‌کنین. من براتون اطلاعات مفید دلی میذارم، یعنی شاید باعث بشه شما صدها دلار بیافتین جلو. ولی حالا و این ادعا رو دارم که به عنوان یک رسانه فارسی زبان بیشترین اطلاعات در مورد کاش رو من میتونم بهتون بدم 100%، یعنی شک نکنید. یه ویدیو کوتاه میذارم و براتون که توضیحات در مورد کاش میدم. بهشت، یعنی اینجوری بهتون بگم بهشت. باشه تا آخر ویدیو شروع میکنم. ساب کنید که حالا چه میدونم 200تایی بشم. میدونی چی میگم؟ سال هاست من تو این بازی هم ولی بازی ندادم. خب شما شاید در مورد فتحیه شنیده باشین، کمتر ایرانیه که میاد کاش، ولی خب کاش بعد از فتحیه است و از ایران مستقیم میتونید شما بیاین آنتالیا. 4 ساعت با اتوبوس فاصله است تا کاش، یا میتونید ماشین مثلا اجاره کنید یا اتوبوس راحت بیاین کاش، یا از اون راحت‌تر حتی که میتونید بیاین به فرودگاه دالامان که الان از تهران با آجت میشه اومد دالامان، فکر کنم با حدود 7 یا 8 میلیون تومان. بعد ترانسفر باید بگیرین. حالا اگه میخواین براتون میتونم خیلی راحت میتونید بنویسین ترانسفر دالامان کاش تو اینترنت. 2 تا ترانسفری هست مثل گوموش و چه میدونم چند تا شرکت، مثلا با 1 تومن 400 لیر حدودا این سوارشون رو 2 ساعته بیاید کاش. خیلی نزدیک جزایر یونانی میسه که به یونانی میشه کاسترولیتسی. اگه کسی که شنیده میان پاسپورت اروپایی دارن یا جای دیگه میتونن خیلی برن یونان، نیم ساعت فاصله است. خب مدیترانه که دیگه تعریفی نداره. اینجا معمولا خیلی ورزشکار زیاد میاد، هم کوهنورد، هم مثل مسیر داره، مثل مسیر لیکیان بهش میگن. در واقع لیکیان امپراتوری که اینجا زندگی میکردن 2500-3000 سال پیش، که فکر کنم اولین دموکراسی تاریخ هم بودن. خیلی خاطر همین خیلی آثار تاریخی جالبی داره. خب مدیترانه که دیگه جای خود و بهشت غواصی ترکیه و یکی از بهترین جای مدیترانه است واسه غواصی. حالا اون که جدا میتونین بقیه ویدیوهای پیجم در موردش ببینین. ولی خب من همیشه کاش رو به عنوان یه هتل بزرگ در نظر میگیرم. شما میتونید پیاده خیلی جاها رو برید، مثلا نیازی به هیچ ماشین یا موتوری اینجا ندارین. خب اگه موتور داشته باشین خیلی بالاخره فانتر و راحت‌ترین و بردتون بیشتر میشه. خیلی کارهای بیشتری انجام بدین. خیلی ارزونه. روزی مثلا 250 تا 300 گیر، مثلا 500-600 هزار تومان میتونید یه موتور خوب کرایه کنین. شرطش فقط یه گواهینامه است. غذا فوق‌العاده است. قیمت‌ها میتونم بگم ارزان‌تر از استانبوله. مثلا شما با شبی 30 یورو میتونید راحت یه خونه کرایه کنید. البته غیر از وقتی که تعطیلات خود ترکیه است. خیلی همه چی واقعا جالب. غذا همه تازه، لبنیات. من مثلا تو ذهنم بخوام بهشت تصور کنم اینجوری، یعنی مدیترانه رو یه همچین آب و هوایی همچین خاکی رو تصور میکنم تو ذهن خودم. چون واقعا زیتیانی که من یاد شیراز میکنم. خب خیلی راحت شما میتونید هفته ها خیلی از وقتتون استفاده کنید. حتی اینجا هیچ کاری هم نکنید، اینجوری بغل دریا بشینید یا فقط بشینید هم خودش کافیه واسه خیلی روزها. ولی خب خیلی کارا میشه کرد. غواصی، پدلبورد، کوه، امتحان کردن غذا، خیلی آدمای مختلف جالبی میاد توی کاش. خب اروپایی و آلمانی و روس مقصدشونه. همین خیلی خارجی بیشتر میتونید ببینید تا ترک تو اینجا. و خیلی از ساحل خیلی متفاوت و مختلفی داره. یعنی من پیشنهادم اینه که باید فقط بیان اینجا یه سری اطلاعات خاصی داشته باشید، ولی بقیه‌اش خودتون به سبک خودتون کشفش کنید. من همیشه همین رو میگم، چون که یعنی چیز بدی نداره، هر جوره به شما خوش میگذره و خب شما توجه به سبک خودتون شاید بهتر باشه که بیان اینجا و خودتون رو در واقع کشف کنید. ولی خیلی یعنی کلن هر کی اومده، حالا ایرانی باز کمتر، خیلی از دوستام اومدن، ولی خب معمولا کسایی که میان
هر سال میان، یعنی مثلا توریستا ثابتن، یعنی طرف هر سال برنامه‌ش اینه که تابستون بیاد کاش. فصل توریستی هم معمولا از خرداد تا آبان ماه میشه رفت تو آب خیلی راحت. فصل توریستیش اینجوریه، ولی خب اوایل فصل و آخر فصل ارزون تره. زمستون خیلی خلوته، ولی خب بازم خیلی کارا میشه کرد. خیلی از موتور سوارا زمستون میان، بیشتر کارهای تفریحات غیر آبی و زمستون میشه کرد، ولی خب بازم زمستونش هم خودش جالبه. ولی خب تابستون میان دیگه، یه تفریح، یه شهر ساحلی عالیه که میتونید شما از آفتاب بگیرید برید تو آب و خیلی کارهای دیگه. ولی خب همین آفتاب گرفتن رفتن تو آب به نظر من کافیه واسه یه مسافرت تو یه زندگی. ولی خب اینجا شاید بتونید شما واقعا صدها اکتیویتی داشته باشید. یه سری جا، یعنی هم یه سری بیچ های پولی داره، رستوران هستن و کلاب هستن و، ولی خب خیلی باز ارزونه. یه سری جا هم داره به نام هالک پلاژ، اینجا باز هالک پلاژ، مثلا همون تو همون خیابون اینجا باز میشه، اسمشو می‌نویسم، مجانی بهترین جا. میتونی مثل اونا اونجا بخوابی رو زمین یا برای خودت تخت و اینا بیاری و اینا رو کرایه کنی که خیلی ارزون، 150 لیره. در مورد دنیا حرف میزنم که تو استانبول مثلا تو بادروم و آلاچاتی بخوای بری یه پلاژ بیچ، شاید ورودیش 2-3 هزار لیر باشه نفری حداقل، ولی اینجا اینجوری نیست. Oğlum düşeceksin gerizekalı. Kaygan olabilir biraz, dikkat edin. Ben gireceğim bu da. Oh, he's starting to sound. Hey! Yeah, man. No, it's vinegar. I don't know if I would have preferred tea. Try it. You didn't try it for real. No, I'm I took a sip. Yeah, no, it's normal. It was closed, normal. It was close, bro. We're not in Fallout. Bir tane skinny bitch. Lütfen.
Cheers. Ne man. o lan? Oy, Actually good. Ne bu bakayım? Oğlum şey. Makas var. Oha bir sürü çatal bıçak var burada. Dolu mu? Aynen. Hadi gel.